الو بابا، منم یلدا، اسیر چنگ نامردا، اسیر آدمایی که میرن امروز یا فردا. من از بند زنانم که وزیر سلطه مرداست، روزاش آزار باز پرس و شباش کابوس دختر هاست. تجاوز میکنند اینجا و دخترهای ناز ما، جهاد اکبر ایناست، ولی هر دفعه مرگ ما. بابا اینجا خدایی نیست، حکومت دست شیطانه، همان شیطان دینداری که کارش عکت ایمانه. عجیبای اینا بابا پر از قرص‌های تأخیریست. بابا تنها نیاز من فقط قرص جلوگیریست. بابا باز پرس من دیروز میگفتن آفت دینه، یک دور زل زده بود انگار تنم را لخت میبینه. و روزهایی که ادام است، یک حکم پرده برداری بر روی میز احکام است. چقدر این فرقه بیرحمن، اینا از قوم چنگیزن که هم جانت میگیرن اما بروت میریزن. کجاست اون دین پاکی که از او دم میزنن هر دم؟ صراط مستقیمی نمیخوام راه کج کردم. عجیب